سخن نوبتی با استادی عزیز که از روی دور نادیده 30 سال آمدن به مهمانی ما میخواهند یک چند سخنی به ما جوانان و ما دانشجویانی که امروز در جمهوری لهستان بود و باش داریم، تحصیل داریم. این ستارف میگین استاد برنامه یک چند سخن شما نیست بگین که بعد ما جوانان یک سبب شود. شما درست. السلام علیکم و رحمت الله. شخصیت هستم رو بودن در اول باز خانم رو پیشنهاد کردن. من چند سخنی از حیات خود میگم که برای شما عبرت شد. خداوند مرا در این گردوی زندگی که من به 65 بار آمدم بسیار مشکلات جهان رو تکرار دیدم. نکش تو که یا حکمت شد است که من شما را بگم که تو جوانان از زبان ما از تجربه با چیزی بیاورن که در او مشکلات و کمبودی را که ما در زندگی گذروندیم من نبودم. خب مسئله در مورد که در اینجا همه گفته گذاشتن این مسئله رالیزم اکستریمیزم است. یعنی برای اسلام آدم میکشن در زمان تاییدتون واجب دیمش همین است که ما از سالی 80 صدی گذاشتم ما جوان بودیم. ما در سن 20 سالگی بودیم که به همین حزب نهضت شامل شدیم. تا همین سال گذاشتم من در حزب نهضت اسلامی بودم. در همه جنگ‌ها اشتراک کردم. خب در همه واقعه‌هایی که مثلا حزب نهضت کرد در همون ما دست داشتیم. در جنگ شهروندی، در افغانستان، در واقعه‌های مثلا حاج حلیم. بعدا هم بعد یا حاج حلیم ما رفتیم در ایران حتی گروه‌های تروریستی را تربیت کردیم شخصا من که با فرستادیم شد به افغانستان و با تاجیکستان برای با نوعان کردن با تروریستان. چیزا رو من بدم همه چیزا رو. اما من برای چی را برای شما گفته هستم. شاید وقتون بعد نفرت میگی که آدم خیلی تروریسم از ما را چیکار از اول ما این نیاز نداشتیم. وقتی که ما سال 80 چیز ساختیم ما زمان شوروی بود. ما هم شما جوان بودیم در دل ما غیرت ناموس جهانی ملی بود که چون وقتی روس میتونست ما را روبری کرده و مخمون نباشه دولت خود نداشته باشه. و همین نیت ما جوانان مسلمان خستیم حزب تشکیل کردیم تا که همین چیزی که بعداً پیشوای ملت تنظیم ایجاد کرد مردم من کرد که صرف خرجات زیادی نکنه. همین عقل ما میگرفت که ملت ما برای چی پیش نمیره؟ برای که خرج خراجاتش از دخلش چیه زیادتر و این متاسفانه برای اسلام انجام میشه. یک یاد دارم ولی نامشم داود میده شاید با برای دولت بودن در اون زمان جمعونی ما در زمان که یا عروس بود رئیسی همون چی وقتا آبکام میگفتن. بعد گفتن که مسئله گوشت در تاجیکستان باید حل شد. گفت که نکرده بود مسئله نیاز بود حل نمیشه با هم رسید. گفتن شو گفت که چلاویک تاجیکستان ریبون رو دید سعدین کارو کنید. کاده و ابرزانی دیولت ادین کارو کنید. کاده اون سکول دیوت ادین کارو کنید. کاده اون آرمی دیوت ادین کارو کنید. کاده اون اوپسپریدیوت ادین کارو کنید. اپیات بیانیات ادین کارو کنید. Потом придет, еще один коронник, потом мне уже не один коронник, потом ребенок родится, еще один коронник. Сколько был один человек, был в своей жизни 20 корон нужно, чтобы он жил. А если миллионы, если считать, никогда у вас проблема с мясом не решается. ما همه چیزا رو در نظر گرفته از نقطه اسلام که ما ملا بودیم خونده بودیم وقتی کتابا رو میخوندیم این چیزا که همش زید اسلام بودن خواستیم با خلق خودمون عقلمون میگرفت که خلق ما اونقدر به فرهنگ باشه که سخنی وفاداری خیلی قبول نکنن. خواستیم تیم برادر ما در اسلام نیست. خب ما را وابی گفتن، ما را سلفی گفتن، ما را چی گفتن در اون زمانا چقدر من از پشت کارو حبس هم شده بیام هفته نیم مدت قرآن تیپ سال 86. خوب خیلی کار کرده که اومدیم سال 92 شد مثلا این جنگو سر شدن. یعنی توانستن که همون گروهی که یک نیتی نیک داشت همون را استفاده بردن برای جنگ انداختن و برای دیگران خیلی واقعا در روزن کار کرده که امر من به همین جنگ جنجال داشته میگه. امروز من وقتی که با چشم خود دیدم که مثلا حالیم قوای سیاهکار نمیگذارن که تاجیکستان عزیز ما آرام باشه فهمیدم برگشتم رفتم و
قصد کردم که با خانواده احمد در خدمت مردم بذارم پیش حکومت رو رفتم در اومدم گفتم من آموده میکروش نه من یا تروریست بن لادن اینا اومدم امروز چه خدمتی که اگر از دست من ساخته باشه مثلا چه خدمت من یک مسافر هستم که قریب مردن اومدم میخوام که تجربه‌مو با جوانو بگم برای همین من 4 ماشین تاجیکستان گشت رفتم حکومت جمهوری من باور کرد و در این هیئتی مثلا که با اعتبار من روی کرد که برای در اون جانب در هم منبرهای بلند همین تجربهاتون رو بگید تا که مردم آگاه شوند. من ملا هستم، من کارگر دولت نیستم، ولی کسی اگر بیاید نام اسلام بگه که بیاید در حزب کوشکو این دروغ است. همه این به فایده یک شخصیت‌های مخصوص با پول‌های همون مثلا دولت‌های ابرقدرت ساخته میشن تا که آنها رفته همون مثلا دولت‌ها در نفوذ خودشون پیدا کنند. این یک مقصد گرفته. اینجا فقط دایره‌های علیحده چیکار میکنن؟ مثلا اگر یک مثال بیاریم اگر کبیری را که رئیس این حضرت است در اینجا همه تبلیغات و حوزه فقط برای زندگیشون است. وقتی که آنها حزب میگن شما را خوش میکنن برای اینکه که در این جنده دایره‌های مخصوصی هستند که البته یا منفعت دارن دولت‌های ابرقدرت اونها رو از اونها پول میگیرن تا که هم بعداً اونها مثلا که در اونجا نفوذشون زیاد کنن. امروز دولت خداوند برای ما داد که ما مثلا سود چیزی مهم کاری که کردیم برای مثلا استقلال جمهوری ما مقصد داشتیم سال 92 خداوند به هیچ همین دولت برای ما داد، یعنی خداوند یک حالتی آورد که دولت ترکان بعد 1000 سال ساخته شد. این یک هدیه خداوند است. دیگر ما هدف دیگر نداریم، همین هدیه دادگی خداوند حفظ کنیم. خانواده بزرگی که اینجا گفتن البته اگر ما زنده باشیم ببینیم تو با آلوده قطعیت کردیم تو میتونید که به اصابت کنیم وقتی شما رو زود نمیگیرم. خداوند همتون راهتون روشن کنه و امید میکنیم که فرزندان مسلمانی باشه که تروریست نباشه، مسلمانی باشه که دانشمند باشه، مسلمانی باشه که هنرمند باشه، مسلمانی باشه که این دنیا را خداوند برای مسلمان خلق کرده است و وعده کرده که من این دنیا برای دوستان خلق کرده. وقتی دوستاش که نتونستن اون را مثلا که گرفته پس بعد دشمناش میتیاش که خیلی اون کشتیه یک از بعد را چکنه که برای کنید برای همین اگر این را شما به دست بگیرید خداوند همیشه روزه که با شما باشه. خداوند همتون در پیشرفت علم و معرفت و موفقیت آرزو میکنم. خداوند شما را میخواد کنه که هزینه اخیری تجربه من پای اولین قدمتون همونیه بود طرف برای تو بعدی 50 سال در دنیا چقدر که گفتم در دولتی پیشرفته باشه. تشکر ایجاد داموی محترم. انا گفتنی آن رو دارم که محترم استاد دامو در قطار آن گروه هایی که یک چند نفر هستند و کارهای سیاه میکنند، نام ملت سیاه میکنند، خوشبختانه امروز باز بسیار هستند جوانانی که دانش مختلف دادند و جوانانی که محفل هایی که کلوب هایی که کارشان برای باز هم بالا کردن پرچم دولت ما روانه کرده شدند. این باعث خوشبختی ما است. چون شما استاد سخنهای بسیار درباره تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی نهضت اسلام سخن کردین. این لحظه من میخوام چون نوبت سخن با استاد عزیز و کریم عبدالرحیم تیمکی باز روشن‌تر در این باره با ما جوانان گفته گذارند. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم پیشوای ملت سال 1900 بگیم 2017 سال جوانان چیکار اعلام کرد برای که از جوانها بسیار امید کلان دارد. سال جوانان اعلام کرد در قرآن کریم میگه که ربی زدنی علما، یعنی هر یک جوان باید با علم رو بیاره. پیشوای ملت وزارت معارف و طرز معارف بسیار بالا برداشت میسته است. همه سخناش بیرون قرآن است. یگان سخنی نمیگه که هر باره که پیشوای ملت در هر معرکه یک سخن میگه یک آیت یا یک حدیث یا یک سخنی که تاریخی دارد در یاد من میآید. برای همین ما یکی چیزی که استاد گپ زدن داملا آمدیم یکی از اساس گزارهای همون حزب نهضت اسلامی ما با از این کس ده بروقتر بودم. این کسا را بعد ما آوردیم، یعنی بگیم که یک روزای 10 روزای بعدتر ما اساس همین حزب ساختیم. چیزی که یک از او برای تکرار نمیکنیم برای همین بود که ما حرکت کنیم که مردم ما با اسلام بیان معرفی کنیم و اسلام نو با هم فهمیم. لیکن این را بعد فهمیدیم که
این تای کوسه یا نیم کوسه بوده است. این ای خیلمون نبوده است این حزب. ای اسلام نبوده است. این ای دشمنای اسلام بوده است برای که مردم مسلمان ایش با ایش اختلاف باندازه و بکشه و خونریزی کنه و نیست نابود کنه. این بوده. اینا بعد ما در چه فهمیدیم در افغانستان 2 سال ایستادیم بعد ما فهمیدیم. وقتی که ما به افغانستان رفتیم با پروفسور علم اسلامی در جهان مشهور بود پرزیدنت همون وقتی انا افغانستان ما را دید و بسیار افسوس خورد. گفت که هیدره 19 سال شده است ما در جنگ رفته ایستاد است. پیش 19 سال تا حزب اسلامی را نساختن، تا جمعیت اسلامی را نساختن، تا حرکت اسلامی را نساختن، تا وحدت چند تا حزب را نام گرفت، همه را نساختن. از مملکت‌های خارجی غیر دینی ما را در افغانستان جنگ انداختن نتونستن. همه را ساختن و بعد جنگ انداختن و 19 سال شد دیگه علاوه ما کشتن نمیتونیم. شما مثل تاجیکستان شدین، چی افغانستان شدین، افغانستان تنگ نمیشوه، شما هم تنگ نمیشه. در این بین گپ‌ها بسیار از همه را ما گفتن. چند سال گذشت در افغانستان بودیم، سال سیم که گپ سر شد، گپ صلح صلاح. گفتن که پرزیدنت تاجیکستان به افغانستان میاد برای خطی اپوزیسیون، خطی ما، خطی نهضت اسلامی هم صحبت میشود. چون میاد گفتن کابل. در کابل احمد شاه مسعود وزیر دفاع همون وقته او هم تاجیک بود. گفت که ما امنیت کابل میگیرم، پرزیدنت تاجیکستان میآید در این کار یاردم میکنه. همین حالت ده دشمنای رحمانوف حزب نهضت اسلامی مبلغ بسیار صرف کرده بودند. بعد ما فهمیدم ایدان احمد شاه مسعود و دشمنای احمد شاه مسعود هم مبلغ بسیار صرف کردن. ایش به ایش میاد و میخرد در اون میدان هوایی کابل هر چه از دنیا میبره. اینا میفهمه احمد شاه مسعود دیرتر که وقتی که پیشوای ملت با کابل سمالاتش میفروید، احمد شاه مسعود نگاه میکنه اطراف میدان هوایی کابل سوخته ایستاده است. هر سو موشک‌ها میان میزنن، تیت پیت میکنن، میسوزن، نمورد تو بخاک یکسان میشه. همه جا وقتی که پیشوای ملت میفروید احمد شاه مسعود میگه که رحمان میگه روزی آمدن که نبود ما شما رو بخاک یکسان کردن. یعنی بعد احمد شاه مسعود میگه که من گوش کن. رحمانوف گفت که اگر امروز ما و از بینم بریم این در تاریخ میمونه که رحمانوف آمد و ملت گم کردگیشه، تاجیکستانی های گم کردگیشه سراغ داره. این در تاریخ میمونه. ربان خطی احمد شاه مسعود میگفتن که دیگه تمام تاجیکستان جزیر شد. همی گپ ایدانی همی احمد شاه مسعود میشنوه. ما در خدی که چیاب راستی سرچشمه کلاب کسی بدونه در چیاب خطی پدر و مادرم بدم همونجا. ما کماندیر بودم می جنگیدم بس دولت. احمد شاه مسعود همونجا میآید پیش یک معاونش امیر بشیر میگه که امیر میگه انا در تاجیکستان صلح میشود. میگه همیشه حاجی تاجیکی های همین را بیارم که در غم وطن کسل های بچهش میشنوشش مولای عبدالرحیم قماندون میگه تیز را بیارش میران در چی بار میکنن میرانش نسل که کسل های فدر ما چطور داره. میگه بابا حاجی چه حال داری؟ میگه سوز مزم نیست. همی گو میرم همی بولای کتری گردنگاه میگفتن در چه همینجا گو یک سرچشمه هم کلا وطن هم نفس میگیرم خرقتی میرفت میبرده بستنش.
هشتمیون میگه صلح میشود در تاجیکستان. بابای حاجی صلح میشود. پدرم آدمی چی بود؟ مسافری بسیار تری کنجکاو بود. میگه بچه‌م تا چون میدونی که در صلح میشود؟ میگه پدر یک مرد شریف به سر قدرت آمده است، اونمش رحمانوف است و همین خیلی گفت او ندانست که تاجیکستان رای دوست می‌داره، لکن برو آخری محمدی همین سخن ای زبانش نبود، ای قلبش بود. همین حالت پدرم با همون کسلی 3-4 روز نقض میشود میشود که در حقیقتا صلح میشد. انا همین احوال قطعی ای قولشون گشتن ربانی قطعی احمد شاه هرچند شخصان نابغه بودن در تاریخ، شخصان ناتکرارن. این خیلی آدم ها تکرار شدنشون بسیار کم است. کی می شود نامعلوم است. همین ها گفتن که صلح می شود، این از طرف پروردگار امانت پروردگار رحمانوف دامن امیر را بقپیم، غنیمت است در اطرافش جمع شیم. باز بار دیگر به چی اومد؟ به فرخار تخار اومد پیشوای ملت. در همون حالت وقتی که صلح میخواست ولی آدمان میگن که صلح همه کرد همه نکرد، صلح توقع رحمانوف کردگی تمام. همون حالت آمد گفت که ملت نجات بتیم، ملت نیست نکنیم، بیاین به سر صلح صلاح. احمد شاه مسعود ربانی مجبور آوردن اپوزیسیون به سرداری عبدالله نوری. همون حالت در میبرن در سر میز مذاکره میشنونن و پرزیدنت دست دراز میکنه بیا که دست بتیم ملت تباه نکنیم، دست نمیته. ربانی قطعی احمد شاه مسعود میگه من ضمانت شما را به گردن نمیگیرم و دستی همی عبدالله نوری را مجبور میکنه در دست پیشوای ملت میته. بعد گویا که او میفهمن که ما دیگه در اینجا پشتیمان نمیم، مجبور صلح میکنن. صلح هیچ که نکرده، صلح پیشوای ملت کرده است و اراده مستحکمی کرده است. و حدیث های پیغمبر هم هست که العزائم منازل الابطال، قهرمان کسی هست که قصد اراده مستحکم داره. این قهرمان است. سال همین 95-96 بود یک گپ برآمد در افغانستان از بین تاجیکا. ما یک راهبر داریم تاجیکای افغانستان، رحمانوف است. تاجیکای جهان ما هممون یک راهبر داریم، رحمانوف است. بعد دوزه جرگه میگن، جرگه شمیه که قوما جمع میشون در هر ولایت سردارشون، بعد مصلحت میکنن. بعد همین گپ که برآمد من رفتم پیش هم رئیس جرگه، نامش حاجی قمردین بود، او هم تاجیکستان بود در ولایت تا. گفتم همین طریق گپ برآمده است، همین یگون ساخته ایو که همین انا یگون حیله یا یگون گپ اساس داره یا نداره. گفت که ما همه جرگه ها را ای سمت شمال سرداراشون یک هفته پس در همین تخار مجلس داره، ما موجه بیا سوال ترمون حل میکنیم. بعد من رفتم 10 روز پس خیرات بکن رفتم ای مزار شریف، ای بغلان، ای قندوز، ای تخار، ای بدخشان، ای میمنه، ای جوزجان، ای سر پول، همه سمت شمال همونجا آمده است جرگاه. بعد 6 تاگی بودن. من در آمدم گفت که همه خماندان تاجیکی همه خیلی سوال داده بود مرا، همه گپ برآمد از بین تاجیکای همه افغانستان. چی گپی؟ گفتن که این ساخته نیست، ای قلبشان گفته استن که همه راهبر ما. بعد ما پرسیدم گفتم چی خیل شما چی فهمیدین که شما را راهبر گرفتین؟ گفت که ایثار کلمه عربی است. ایثار را ما دیدیم و ما را همه کس راهبر گرفتیم. بعد گفتم که ایثارش چی است؟ گفت که حضرت محمد ایثار داشت، حضرت ابوبکر ایثار داشت، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، همه بزرگان ایثار داشتند. ای همون تاریخ دیگه تا این زمانه ما در یگان راهبر دنیا ایثار ندیدیم، فقط در رحمانوف ایثار دیدیم. برای همون ایثارش ما را پیشوا گرفتیم، ما را راهبر گرفتیم. راهبر ما همه تاجیکا. بعد گفتیم ایثار چی است؟ ایثار حاضر استاد تاجیکش نقل کردن. گفتن که ایثار همیه که یک شخص راهبر میشود، جمعیت چی منفعت جمعیت ای منفعت خودش بالا میدونه، این را ایثار میگن. این به راهبری لایقت داره. انا چند سال پس در اینجا بعد ما پیشوای ملت گفتیم اعلان کردیم تاجیکا
خودمون عقلمون به جا آمد و پیشوا گرفتیم. ما گفتم این را 30 سال پیش در افغانستان شنیده بودم. برای همین گپ ما به همین آخر میرسانم. فرزندان عزیز، شما با خبر باشین که ما و شما را دزدا بسیارن میدزدن. چقدر میدزدن؟ اینجا عدالت نیست، اونجا عدالت نیست، اینا پای مول شد، او پای مول شد، این شد، او شد. گفته ما جوانیم، خونامو در جوش در و فریفته میکنیم. کجایی که حزب ها و حرکت های به نام اسلام است، یقین داشته باشین که دشمنای اسلام، دشمنای همون مثلا جمهوری ها همه چیز را میسازن و بعد در تای کوسه نیم کوسه ولی ما هزاریتش نگفتم. رحمت به دقتتان، پروردگار شما را رنگ ما را هشار کنه و چکلی که ما دیر فهمیدیم شما را همین میدهکتان پروردگار هدایت کنه و بفهمونه و با وطن عزیزمان در چوی باشیم سرگزاری کنیم و خودمون دلالت کنیم که به حزب‌های شیطان نریم و در اطراف پیشوای ملت جمع شیم. خیلی عبودی ها را این برادرها گفتن، 1001 تاش هم نگفتن. این را رون در قبله در پیش شما میخیزیم، شب سحری میریم یک جا عبود شده است، عقل انسان نمیگیره. این همی شب میره اونجا نیست همون چیز، سحری میره همون چیز برپا شده است. در همین یک ماه زیاده 800 تا میدانی مثلا فوتبال و والیبال و مثلا بازی و خرسندی جوان هاشید. در یک ماه 800 تا زیاد شد. این بلنسر حساب نکن، این مکتب یورا 15 حساب نکن. همه به منفعت ما و شما آینده شما را انتظار. تشکر زیاد.